اینم خلاصه فیلم واسه اونایی که تنبلن و حوصله ندارن فیلمو نگاه کنن. من 4 تا گزینه واسه تنبلی گفتم که اگه اینا رو انجام بدین موفق میشین. اولین گزینه، خوابتون باید از 12 شب به بعد باشه، منظم نباشه. دومین گزینه، خواب و خوراک و ایناست. خوابو که گفتم، خوراک و تنقلات و ایناست. تا میتونین فست فود و چیپس و پفک و اینا کلا تنقلات مضر بخورین. بعدش هم سومیش جکه، تا میتونین جک بزنین تا بی‌حال‌تر بشین. مورد چهارمش هم گوشیه، تا میتونین گوشی نگاه کنین. اینا رو رعایت کنین مثل من تنبل میشین. آچ به کلتون. شب بخیر. یالا بره بچه، من هستم و شما دارین منو از کانال من مشاهده میکنین. امروز اومدم 4 تا راهکار واسه تنبلی بگم که اگه اینا رو انجام بدین مطمئن باشین که مثل من تنبل میشین. اولیش خوابه. تا میتونین دیر بخوابین. هر چقدر دیرتر بخوابین همونقدر صبح کسلتر و بی‌حال‌تر و بی انرژی‌تر و بی مغزتر بیدار میشین. بعدش هم اصلا خواب قبل 12 معنایی نداره واسهتون. سعی کنین عمدتاً از 12 به بعد بخوابین، چون هر 1 ساعت قبل 12 هر 1 ساعت قبل 12 تقریبا حدوداً خوابش 3 ساعت محاسبه میشه. طبق خوابی که خوابیدم خود فکر کنم میخواد مشتری بیاد. یه دونه استوب بریم. اما بله مشتری هم اومد. نمیدونم کجا بودیم. آها خلاصه قبل 12 نخوابین، کسشه. بعدش هم مورد دوم غذا و تنقلاته. تا میتونین فست فود و چیپس و پفک و اینا بخورین، چون اینا آدمو هم چاق میکنه هم تنبل. چیز چرتیه بخورین. و غذای طبیعی اصلا نخورین. سعی کنین همیشه غذای آماده بخورین. نودل و اینا مال رستوران هم نخورین. همونطوری فست فود و پیتزا و شاندری اینا همین بسته. مورد بعدی تا میتونین جک بزنین. جک تنها راهیه که آدمو به شدت تنبل میکنه. اون آبی که میریزین بیرون ها اینطوری اینا که میریزین بیرون، اون به شدت انرژی شما رو تحلیل میکنه، از بین میبره و همه با خودش میکشه بیرون. آره سعی کنین روزی حتی 4 بار جق بزنین. بعدش هم راهکار 4 و ناموس و قائم و پدر مادردارترین راه اینه که تا میتونی گوشی نگاه کنین، مخصوصا شبا قبل خواب و کلا گوشی نگاه کنین. شبا قبل خواب گوشی نگاه کنین بهتره، چون نمیذاره بخوابین و اون نور آبیش باعث میشه که خسته ترم بشین صبح. همین دیگه. گوشی یعنی گوشی یه طرف، اون ستای قبلی یه طرف. گوشی یعنی تا این حد میتونه باعث بشه که شما خسته تر بشین. بعدش هم توی گوشی سعی کن اینستا مثلا عالی، سعی کنین توی اینستا باشین. بعدش هم اون چیزای زرد و کسچه رو اینا رو نگاه کنین، اکسپلور رو بدین بالا مدام. آره بدین بالا. همین اینا رو رعایت کنین مثل من تنبل میشین. البته من خودم اینو بگم که مورد سومو تقریبا خیلی وقت ترک کردم. مورد بدی بود، مورد خوبی بود، اشتباه کردم، مورد خوبی بود. آره دیگه اینا رو انجام بدین رو موفق میشین توی تنبل شدن. همین. نمیدونم خلاصه بگیرم نگیرم، ولی یه دونه خلاصه میگیرم. اینم خلاصه فیلم واسه اونایی که تنبلن و حال ندارن تا از اول. اینم خلاصه فیلم واسه اونایی که تنبلن و حوصله ندارن فیلمو نگاه کنن. من 4 تا گزینه واسه تنبلی گفتم که اگه اینا رو انجام بدین موفق میشین. اولین گزینه،
خوابتون باید از آغاز شب به بعد باشه، منظم نباشه. دومین گزینه خواب و خوراک و ایناست. خوابو که گفتم، خوراک و تنقلات و ایناست. تا میتونین فست فود و چیپس و پفک و اینا کلا تنقلات مضر بخورین. بعدش هم سومیش جکه، تا میتونین جک بزنین تا بی‌حال‌تر بشین. مورد چهارمش هم گوشیه، تا میتونین گوشی نگاه کنین. اینا رو رعایت کنین مثل من تنبل میشین. آش به کلتون. شب بخیر.